ادامه دادم تا بلکه یکی صدامو بشنوه، ولی کسی نیومد. در نهایت پاهام سست شده و افتادم رو زمین. اومد سراغم و گفت چته؟ اینا همه شعبده است. اوکی، بعد حقه کارت بهت شعبده یاد میدم. میخوام یه چیز باحال نشونت بدم. یه لحظه. گوشیشو برداشت و یه ویدیو نشونم داد. نفسم بند اومد. توی ویدیو یه مرد داشت خونریزی میکرد و از درد داد میزد. شعبده باز دیوونه مردو به یه ستون بسته بود و پاهاشو مثل وحشیا میکشید پایین. میگفت میخواد یه حقه نشونش بده که قدشو 2 برابر کنه. مرد ناله های دلخراشی میکشید. بعد شعبده باز پتکشو برداشت و زد توی زانوی مرد. دیگه نمیتونستم ویدیو رو نگاه کنم. وحشتناک بود. شعبده باز با خوشحالی زد زیر خنده. به نظرت چی شد؟ پاهای پسر آخرش واقعا 2 برابر شد؟ میخوای نتیجهشو ببینی؟ یالا بیا این ویدیو رو ببین. همینجور گوشیشو نشونم میداد و بهم میگفتش که ویدیو رو ببینم. پا گذاشتم به فرار و از دور صدای آژیر پلیس رو شنیدم. رنگ